سلام. در ادامه موضوع چربی سوزی مواد غذایی، در مورد میوه ها، خب میوه‌ای که گفتیم معمولا فیبر زیادی دارن، یکی از عواملی هست که باعث چربی سوزی میشه. مثلا میوه‌های مثل هندوانه که حالا بیشتر از 90% رو آب تشکیل میده، یا میوه‌های مثل گریپ فروت، ما میتونیم حتی قبل از وعده‌های غذایی اصلی یه مقدار کمی از اینا استفاده بکنیم که باعث میشه در وعده اصلی در واقع مواد دارای انرژی رو کمتر استفاده بکنیم که خودش در واقع به چربی سوزی کمک کنه. بسیاری از سبزیجات هم همین کارو میکنن، مثلا مثل هویج، گوجه فرنگی، گل کلم، که خب باز هم فیبر بالایی دارن و خود این فیبرها باعث میشه که انرژی زیادی صرف هضم و جذبش بشه و به تأخیر میندازن در واقع احساس گرسنگی